چطوری طلا رو بخریم که حتی 1% هم کارمزد یا سود یا مالیات ندیم. نکنید ما قبلا بهتون گفتیم که طلا رو چطوری با اجرت 20% یا 18%، چطور 7% یا چطور 1% بخرید. اما یک راهی وجود داره که شما میتونید طلا رو بدون اینکه حتی 1% سود بدین خریداری کنید. به چه صورته؟ شما وقتی برید طلا رو بفروشید به طلا فروش، یک قیمتی زیر قیمت فروش طلا به شما میگیره. مثلا طلا امروز گرم 2,700,000 تومانه، وقتی میخواد شما رو بخره تقریبا توی 80,000 تومانی هر گرم تفاوت داره، 2,620,000 تومان. شما بالاخره توی آشنا فامیل در همسایه کسی هست که پول نیاز میخواد طلاشو بفروشه، شما میرین طلا رو از اون طرف میخرید، میگه آقا شما میخواید طلاتو بفروشید، طلا فروش مثلا یه علمو شده 10 میلیون، اونو بدش به من 10 میلیون رو بهت میدم، با کاغذ خرید بدش به من. اینجا تا حتی 1% هم کارمزد نداری، سودم نداری.